دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب در ادامه جلسات تحقیق کلمات کلیدیمون تو این جلسه میخوایم یه مروری بکنیم بر 4 جلسه گذشتهمون و 4 روشی که بهتون گفتیم تا به حال و میخوایم همزمان هم با مرور 4 جلسه گذشته یه تحقیق کلمات کلیدی رو به صورت عملی توی یه حوزه کسب و کار اجرا بکنیم با هم. من فایل اکسلش هم آماده کردم این پایین و با همین 4 روشی که توی در واقع تو جلسه قبل گفتیم میخوایم حوزه کسب و کار یک حوزه کسب و کار صنعتی مثلا ابزارالات رونیکس رو بیایم تحلیل کنیم و بررسی کنیم و کلمات کلیدیش رو به صورت اکسل استخراج کنیم. من اینجا به ترتیب حالا سعی کردم بچینم. اولین روشی که صحبت کردیم یه مرور کلی بکنیم، روش سرپ گوگل بود. دومین روش حالا الکسا بود، حالا اینجاست الکسا اکستنشن. سومین روش کیوردز اوریور و چهارمین و آخرین روشی هم که جلسه گذشته صحبت کردیم LSI گراف بود که اینا رو حالا راجع به این حوزه کسب و کار مخصوصا میریم صحبت میکنیم و کلمات کلیدیشو در میاریم. بریم سراغ گوگل، مهمترین ابزارمون. اولین روش تو این حوزه گفتیم روش سرپ هستش. میخوایم تو حوزه کسب و کار ابزارات رونیکس در واقع کلمات کلیدیشو کار بکنیم. بنابراین با خود ابزارات رونیکس کار رو شروع میکنیم. خب همونطور که گفتیم اولین کلماتی که و اولین و مهمترین کلماتی که گوگل در اختیار ما قرار میده همین کلمات ساجستشن هست. این ساجستشن ها رو استخراج میکنیم، این کلمات کلیدی رو دونه دونه استخراج میکنیم و در فایل اکسلمون میذاریم. یه نگاهی هم به طور کلی میندازیم که ببینیم این کلمات به حوزه کسب و کارمون مربوط باشه، ولی عمدتاً چون مال سرچ گوگل هستش خب عمدتاً مربوطه به کسب و کارمون. ابزارات رونیکس قیمتشون، نمایندگی فروششون، حالا شرکتشون، کاتالوگشون، ابزارالاتشون، حالا اینا همه لیست میشه. همچنین علاوه بر ساجستشن هایی که حالا گوگل در اختیارمون قرار میده، همونطور که گفتیم یک سرچ از ریلیتد توی هم در اختیار ما قرار میگیره که از این هم میشود استفاده کرد برای کلماتی که در واقع در حوزه ابزارات رونیکس هستش، مثلا قطعات رونیکس، ابزارخانه رونیکس، لیست قیمت ابزار دستی رونیکس. اینا رو میشه استخراج کرد. من اینا رو در واقع لیست میکنم در فایل اکسل و مجدد برمیگردم خدمت. خب من این لیست کلمات رو نوشتم توی ستون سرپ هم. همونطور که مشاهده میکنید حالا تقریبا 17 ردیف هستش، 17 تا کلمه کلیدی که میتونه برای ما مفید باشه. همونطور که گفتم شما ببینید که چه کلماتی کلیدی مخصوص کارتون هستش، به درد کارتون میخوره، همینجا فیلتر کنید، یعنی به فیلتر بعدی نرسون. هر جا که میبینید که کلمه کلیدی مرتبط با کسب و کارتون نیست یا به دردتون نمیخوره همونجا حذفش کنید، چون کار کردن روش خیلی شاید منطقی نباشه. به عنوان مثال من توی این سرپی که درآوردم، لیست سرپی که درآوردم، کلمه کلیدی نمایندگی فروش ابزارات رونیکس در مشهد که گوگل برای من ساجست کرده بود، این به درد من نمیخوره چون اصلا تو مشهد ما کار نمیکنیم، ولی نمایندگی فروش ابزارات رونیکس شاید به درد من بخوره، یا لوکالی که حالا مثلا تو تهران یا البرز یا هر جایی که کار میکنم ممکنه به دردم بخوره، تو مشهد ممکنه به دردم نخوره. بنابراین اینو قرمزش میکنم، مثلا حذفش میکنم که توی در واقع کلمات کلیدی اصلیم نیارم. این از روش سرپ. پس اینا شد گوگل ساجستشن ها به اضافه سرچ از ریلیتد تو. میریم سراغ روش بعدی، حالا کیوردز اوریور. کیوردز اوریور چی بود؟ یه افزونه‌ای بود که ما نصب می‌کردیم و در کنار سرپ ما یک در واقع ساجستشن هایی رو میذاشت. ساجستشن هاش خیلی زیاد بود و ممکنه که همش باز به درد ما نخوره. ما باز لیست میکنیم و اینا رو فیلتر میکنیم. میبینید که ساجستشن ها زیادن. ست ابزارات دستی، رونیکس ساخت کجاست، و قیمت محصولات توسعه یا دفترچه راهنمای دریل رونیکس. میبینید که کلمات کلیدی جدیدی هست، منتها خب شاید خیلیش به درد ما نخوره. بنابراین من اینو مجدد لیست میکنم، دوباره برمیگردم خدمت.
خب من لیست کلماتی که از کیبورد اوریور درآوردم رو لیست کردم، اینجا نوشتم. مثل سری قبل دوباره اون کلماتی که شاید به درد من نمیخورد رو قرمز کردم یا حذفش کردم. بعضی از کلمات تکراری بود، مثلا شرکت رونیکس کجاست یا رونیکس ساخته کجاست، اینا مفهومیه کیه. مثلا اینا رو شما میتونید حذف بکنید یا قرمزشون بکنید. مثلا ابزار فروشی بانه، خب شاید به درد من نخوره. ابزار آنلاین، این شاید یه اسم سایته، این به درد من نمیخوره. خرید ابزار گناوه، بازم این به درد من نمیخوره. شاید من تو تهران یا یه لوکال دیگه فعالیت کنم. اینا رو شما میتونید حذف کنید. رونیکس ویکی‌پدیا رو من می‌خواستم حذف بکنم. خب اون تا وقتی شما می‌خواید راجع به ابزارات رونیکس توضیح بدید، میتونید به ویکی‌پدیا هم لینک بدید یا از ویکی‌پدیا هم صحبت بکنید. من گذاشتم باشه. یه چیز خیلی جالب دیگه که اینجا به چشم خورد اینه که دریل رو بعضیا دلر سرچ میکنن، یعنی دریل هستش دریل که حالا دریل سرچ میکنن، یه سری دلر سرچ میکنن بر اساس اون اشتباه قدیمی. بنابراین دلر رو هم ما توی کلمات میبینیم. این از نتایج کیبورد اوریور. حالا میریم سراغ روش بعدی، الکسا اکستنشن. الکسا اکستنشن یک اکستنشنی بود که ما روی گوگل کروم در واقع نصب میکردیم. به این صورت یک اکستنشنی هستش که به ما اطلاعاتی از سایت خودمون و سایت رقیبمون رو میده، بیشتر برای رقبا به کار میره. میتونستیم 5 تا صفحه 5 تا کلمه کلیدی رو به صورت رایگان از رقبامون در بیاریم، استخراج بکنیم. من میرم این کار رو انجام میدم، این کلمات رو اینجا لیست میکنم، مجدد برمیگردم. خب من با الکسا اکستنشن اومدم 3 تا سایت حالا مطرح حوزه ابزارالات رو حالا بررسی کردم و چند تا کلماتی که همونجا فیلتر کردم. اگر کلمات کلیدی که مناسب من نبود رو اصلا تو لیست نیاوردم و یه سری کلمات کلیدی به درد میخورد رو آوردم. مثلا مشاهده میکنیم متر لیزری، ابزار یراق، ابزار نجاری، بادی، خرید اینترنتی ابزار، خرید ابزار، فروشگاه ابزار. اینا کلمات کلیدی بودن که این 3 تا سایت بزرگ روش کار میکردن و توش محصول داشتن. همونطور که مشاهده میکنید خیلی هاشون شاید رونیکس نداشته باشه. شما اگر میخواید تو سایتتون محصولات مثلا رونیکس رو کار بکنید یا ابزارات رونیکس کار بکنید، میتونید بزنید ابزار یراق رونیکس، یعنی انتهاش اسم رونیکس، یا ابزار نجاری رونیکس، ابزار بادی رونیکس رو اینا هم میتونید بذارید. یعنی شاید این سایت ها روی مارک های متعددی کار میکردن، ولی چون شما فقط کارتون ابزارات رونیکسه، یه رونیکس هم میتونید تاش اضافه بکنید. یعنی خیلی آیه وحی نیست این کلمات. این از الکسا اکستنشن. البته کلمات کلید دیگه هم بودند که گفتم حالا خیلی چون شاید مرتبط نبود و خیلی عمومیت نداشت من اینجا دیگه نیاوردم. میریم سراغ روش آخر، LSI گراف. LSI گراف چی بود؟ یک سایتی بود که شما میتونستید در واقع با استفاده از اون LSI ها و کلمات کلیدی مشابه کلمه کلیدی اصلیتون رو به دست بیارید. من مجدد میرم اینجا کلمات کلیدی مربوط به ابزارات رونیکس رو استخراج میکنم، لیست میکنم و دوباره برمیگردم. خب در ادامه من اومدم و این کلمات مربوط به LSI گراف رو هم لیست کردم. همونطور که میبینید دوباره ما اینجا کلمات تکراری داریم، قرمزشون میکنیم. یا شاید کلماتی داشته باشیم که به درد ما نمیخورن، بازم حذف میکنیم. این شد ترکیبی از اون 4 مرحله‌ای که تا الان راجع به تحقیق کلمات کلیدی گفتیم. مهم چیه؟ مهم اینه که شما از این کلمات، لیست کلمات کلیدی، از این 4 روش بتونید یک سری کلمات کلیدی که مد نظرتون هست رو استخراج بکنید. خیلی از این کلمات کلیدی شاید حذف بشن، آخر سر شاید 20 تا 30 تا کلمه کلیدی باقی بمونن که به درد شما میخورن و اون استراتژی سئو شما و استراتژی محتوای شما رو میچینن. بنابراین رو همه این کلمات کلیدی نمیشه کار کرد، شاید خیلی هاش میگم حذف بشه. بنابراین از این کلمات کلیدی استفاده بکنید و برای ساخت لیست اولیه کلمات کلیدیتون. این هوش شما هستش که به کار میاد تا اون کلمات کلیدی به دردتون بخوره. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خیلی ممنون، متشکرم. خدا